در وسایط اخباری عموم، علال خصوص در همین یوتیوب و اینستاگرام و به همین مانند شبکه‌های اجتماعی یک چند نوارهای پهن شده است در مسجد. خانه الله را امروز گرفتند و در آنجا سرودخوانی میکنند. آیا همین چیز در فرهنگ ملت یا اینکه در شریعت اسلام جایز باشد؟ سلامت سربلند باشد برادر گرامی. خیلی یک موضوع هم مهم هم داغ روز است، داغ امت است. همین مسئله که سوالی که شما مطرح کردید، مسجد دانسته باشیم که رمز از خانه های الهی در روی زمین است. یعنی بندگان خداوند را، خالقی که آنها را خلق کرده است، اساس شناختشان شروع می شود از مسجد. و این را ببینید که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که هجرت کردن از مکه مکرمه آمدن به مدینه منوره، اولین شده بنای مسجد شروع کردن. بنای مسجد، یعنی این یک موضوعی که مهم است. دیگر مسجد یک خاصیتی دارد که در دیگر مکانها دیده نمی شود. خاصیتش این است که وقتی داخل مسجد می شوید، در اونجا ثروتمند، فقیر، شاه و گدا و همه یک است. حتی می شود که یک نفر فقیر است در صف اول قرار می گیرد، یک نفر که ثروتمند است در صف آخر. حتی پادشاهان دیده می شود که یک نفر، یعنی کمبغل و بای در مسجد جدا نمی شود. همه نیست. و مکانی است که از اونجا دین منشأ می گیرد، شعار دینی است. به این خاطر این هدف قرار گرفته است که همین را از بین ببره. مصیبتی که از این بزرگتر است این است که داخل مسجد یک عمل غیر شرعی را انجام دادن. این خیلی یک گناه، یک جرم بزرگ است. قاری مصطفی، درباره مسجد یگان دلیل ها از آیات های قرآن کریم هست که مثلا این گونه عمل ها در مسجد اجرا کرده نشود، یا اینکه تنها در حدیث ها آمده است؟ و اگر این را کوتاه شرح میدادید. این مسجد گفتم چون که در پیش شعار دین است، هم آیات های زیادی در قرآن است، هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله است. آیاتی که در قرآن است، یکی از آیات هاش که در سوره بقره آیه 114 الله مهربان میفرماید که در این آیات الله مهربان قدر مذمت میکنه کیست ظالم تر از آن نفری که مسجد خدا را من میسازد، یا دویم گروه آنانی که مسجد خدا را خراب میکنن. از این دیده ظالم تر کیست که در اون داخل مسجد ذکر خدا کرده میشود، قرآن خوانده میشود، این را من ساختنش، خداوند پاداش این چی میگوید برای این نفری که مسجد من میسازد، مسجد خراب میسازد، در دنیا خاری است، در این دنیا پریشانی دارد، سرگردانی دارد،